نوابسته به خوف سر زدن جنگ شهروندی در افغانستان، روز 8 ایول پرزیدنت امریکا جو بایدن گفت عملیات نظامیان امریکا در افغانستان 31 اوگوست به پایان میرسد. او افزود مردم افغان باید خودش معین کند که چگونه امور افغانستان پیش برده شود. ما به آنجا برای بنیاد دولت نرفته ایم. این حق و مسئولیت تنها مردم افغان است که کشورش را چگونه دیدن می‌خواهد. بایدن به طور مفصل به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد. رهبر امریکا تاکید کرد که هزارها ترجمان افغان هم تا 31 اوگوست از افغانستان بیرون برآورده می‌شوند. بایدن خاطرنشان کرد که تا امروز 2500 ترجمان روادید سفر دریافت نمودند. هفته گذشته نیروهای ایالات متحده آمریکا پایگاه بگرام کنار شهر کابل را که مهمترین پایگاهشان بود ترک کردند. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید الکی 90% نیروهایش از افغانستان بیرون برآورده شدند. هفته گذشته ژنرال آستین میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان هشدار داده بود که احتمال در افغانستان جنگ شهروندی سر زند.